سوالی که دیگر آمده است، بابای حاجی میرزا گوید که آیا شخصی روزخور پیش در آید نماز مردم را خواند می شود یا نه؟ اگر شخصی روزخور عالم باشد و ولی عذر داشته باشد، عذر که مقصد بیمار است یا مسافر است یا یگان مقصد عذر دارد که برای او خوردن روزه جایز باشد، البته میتواند که مقصد پیش در آمده نماز مردم روزه دار را بخواند. لیکن اگر قصدن و یا یگان عذر ندارد ولی روزه شا میخورد، این خیل امام از پشتش نماز خواندن از شبهه و از شک خالی نیست. برای همین ما پشت نفرهای نماز خوانیم که البته به البته در اونها یک تقوا باشد، در اونها یک ترس خدا باشد. نمازی که از پشت وی میخوانی و نمازی که از پشت یک امام میخوانی که در او توفیق و در او محبت کم است، البته در ثواب فرق میکنه. برای چی عزیزان خدا میگن، حتی میگن جناب عالمگیری در فتاواش میگد که پدرها میگد مصلحتی به فرزنداتون که حتی تابوتونه حرکت کنین آدمای خوب بردارن، حرکت کنین آدمای خوب جسد شما را شوین، حرکت کنین آدمای خوب شما را در قبر مانن. برای چی این سخنان؟ زیرا که آدمای خوب به معنای آدمای با تقوا و آدمای خدا ترس، آدمای به خدا نزدیک، البته اونا مقام و منزلت چون پیش خداوند با دیگر است. از این لحاظ اگر به شرط عذر داشته باشد میلش، لیکن بی عذر باشد، یگان آدمی که البته توفیقش محبتش زیادتر است، اگر چندی آدم دانشمندم باشد لیکن روزش بی عذر میخورد، از پشت این شما نماز نخوانید. بابای حاجی میرزا گوید که آیا از الله بخواهی که جانت را بگیرد گناهگار میشوی یا نه؟ یعنی نفر برادران عزیز به طرف الله دعا میکند که خدایا جان ما بگیر، خدایا مقصد از همین زندگی بیزارم، خدایا مردن میخواهم. آیا همین میگه در شریعت درست است یا نادرست؟ اینجا ما حدیثی داریم از پیامبر نازنین که حدیثی هم بخاری است هم مسلم است. جناب امام ابو هریره روایت میکند که پیامبر ما گفته بود است لا یتمنى احدکم الموت اما محسنا فلعله یزداد و اما مسیئا فلعله یستعتب. شما هیچگاه به سوی خداوند دعا نکنید که خدای جان ما بگیر، خدایا من از همین جان بیزارم، خدایا من از همین حیات مانده شدم، خدایا مقصد حتی بیمارم که باشی، حتی اگر مشکلاتم به سرت بیاد. یعنی حق این دعا کردن میگن ندارید. اما محسنا فلعله یزداد، زیرا عمر برادر عزیز، حیات این خود بسیار نعمت ہے. تو ناشکری از نعمت حیات کردی سی، ناشکری از همین دادگی خدا کردی سی. برای این پیامبر میگه اگر به شرط نیکوکار باشی، تا از خدا مرگ طلب نکن، تا از خدا عمر طلب کن که آدم نیکوکاری با نیکیات به مردم میرسد. اگر آدم بدکارم که باشی، از خدا مرگ طلب نکن و حیات باشو، توبه کو به سوی خداوند که تا که ترا گناهات ببخشد. زیرا با این فعلی بدت مقصد اگر یکی خدا جان تا بگیره و روی پیش خداوند تو راحت نمیبینی. برای همین نه آدمی خوب نه آدمی بد از این نعمتی که خدا بر اونها داده است حقی طلب کردن ندارن، بلکه پیامبر طرز طلب کردن را برای ما این گونه نشان داده. گفته است اللهم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی و توفنی اذا کانت الوفات خیرا لی. پیامبر گفت اگر بسیار شما اگر خواهید که دعا کنین به سوی خداوند
این گونه دعا کنین: خداوندا زنده بدار مرا اگر همین حیات برای من خیر باشد. یعنی اگر همین حیات برای من خوب باشد، نیک باشد، یعنی همین روزهایی که برای من داده بر زیان من نباشد، بر ضرر من نباشد، خدایا همین حیات برای من نصیب بگردان. و باز در دامش گفت: خدایا مرا بمیران. ببین: و توفنی اذا کانت الوفات. خداوند مرا بمیران اگر همین وفات من برای من خیر باشد. یعنی اگر همین مردنم برای من نیک باشد و خیر باشد و مقصد برای من خوشبختی بیارد، خدای میلش جان ما بگیر. یا اگر حیات برای من خوبی داشته باشد و سعادت بیارد، خدای حیات برای من نصیب بگردان. این طرز دعا کردنش این است. ما نمیتونیم این خیلی در حال یک سختی بالا من آمد، یا مشکلات آمد، یا اگر چیزی هم نه آمد، مقصد من این دنیا را که ترک کنم و آخرت برم، اینجا هم حق نداره که از این نعمت ناشکری کنیم.